بیایم با هم پالت جدیدم از برند شیکلم کالکشن هری پاتر رو آنباکس کنیم و تست کنیم ببینیم چه شکلیه. اینجوری باز میشه. 4 تا پالت مختلف داخلشه. اول قرمزش رو تست کنیم. براتون روی دستم تست میکنم، شما هم ببینید. الان بریم برای بعدی. آبیشو تست کنیم. من اینا رو خودم قبلا تست کردم، طاقت نیاوردم. اینجوری تست کنم، اینجا شما هم ببینید. پالت سبزش، پیگمنت رو ببینید شما، سفیدش هم که تو همشون هست داره. مشکی دیگه روی دستم یه کوچولو. واو چقدر پیگمنت. ببینید پیگمنت رو ببینید، خدایی نسبت به قیمتش واقعا کوالیتی خیلی خوبی داره. خیلی هم خوشگل رنگاش. بعدی زرد رو اون یکی دستم براتون تست میکنم. اول بریم طلاییشو بزنم ببینید. یه شاینی نارنجیشو تست کنم. کرمیشم که تو همشون هست. اینم از تست پالت شیکلم. اگه دوست داشتی حتما این ویدیو رو لایک کن، پیجم فالو کن. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.